از اون جمله گیریم عینک یا اینکه رادیو، یا که ماشینکای چوبکونی، یا که صندوق داخلی اون لباس ها هسته، یا که چراغ روی میز و کرسی. تاریخ خیلی دور و دراز دارن. از جمله گیرید همون قلمدانی که استاد عینی هنوز 6 ساله بودن، پدرشون توفیق کردگی هستن. بعد 40 سالگی تخمین نزدیک 50 سالگی علاقه استاد با اسو دست میگشت. خب برای چی اسو میگرفتن؟ برای که استاد عینی رو 75 مرتبه ارغمچین کلان خوردار میگفتن. در دوره امیری تو انقلاب با سپارش امیر علیم خان زدگی هستند. پشت استاد عینی اگار شدگی بود. تو دم آخر از پشتشون شکایت میکردن. من که از 75 ساله عمری تا حال به سر برده خود 40 سالش را در زمان فئودالی و امیری تاریک گذرانیده، تنها در دوران سویتی چشم گشاده روز روشن را دیده، تربیت یافته خدمت عاجزانه کرده‌ام. از طرف پارتی، حکومت و خلق این همه حرمت ها، غمخواری ها و مهربانی های پی در پی بی اندازه دیدم. از سال 23 سال سر کرده تا 54 ساله همین حولی به همین خاندان به شته ایجاد کردگی. یکم این کتاب هاشون من جلادان بخارا، آدینه، مکتب کهنه، داخونده، یک چند رمان پاوست های زیاد نوشتگی این کس. اثرها، کتاب هایشون، دکومنت ها، لباس های پوشیدگیشون، گیلم ها، سوزنی ها، مهمان خانشون و صندلی هاشون است. Sadriddin Ayninin aldığı köplab özümüzdeki Özbek ataklı şairlerimiz kelgan. Bunlardan Abla Qadiri, Oybek Damla, Zülfiye, Hamid Alimjon, Yo'ldosh Oxunboboyev o'sha kishilar shu Sadriddin Ayni bilan muloqotda bo'lgan.